اکنون برای گفتگوی بیشتر در رابطه با حال و هوای ایران در آستانه انتخابات نمایشی در ایران خانم آزاده دواچی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان از ملبورن استرالیا از طریق اسکایپ با ما همراه هستند. خانم دواچی خوش آمد میگم به شما. شماری از مهره‌های نظام و کسانی که قبلا هم کاندیداشون رد شده بود برای 14مین دوره ریاست جمهوری در ایران ثبت نام کردند. قبل از هر چیز ارزیابی شما در این رابطه و آیا به نظر شما فرد رئیس جمهور در ایران استقلال عمل دارد یا یک کارگزار است و مطابق امر رهبری است؟ در این رابطه میخوام ارزیابی شما را داشته باشم. درود به شما و بینندگانتون. خب ببینید، قطعا وقتی که یه فرصتی فراهم میشه برای افرادی که قبلا در عرصه سیاست ایران که البته هیچ کدوم از اینها هم آدم‌های خوشنامی نبودن و هیچ کدوم نتونستن هیچ تغییر مثبتی رو در زندگی مردم ایران در ساختار سیاسی اجتماعی ایران ایجاد کنن، اما دوباره اومدن به در واقع ثبت نام کردن که نمونهش هم محمود احمدی نژاد هست که هیچ کدوم از ما انتخابات 88 و بلایی رو که احمدی نژاد سر مردم آورد در واقع فراموش نمی‌کنیم، اما داریم می‌بینیم که در واقع همه اینها که حالا یا دزد مال مردم هستن یا افراد زیادی رو در زمان ریاستشون کشتن، اعدام کردن، زندانی کردن، حالا دوباره وارد فضای انتخاباتی شدن با شناسنامه‌های در دست و اینکه نشون بدن ما دوباره داریم شرکت می‌کنیم. اما وقتی که بخوایم مسئله انتخابات رو در ایران مطرح کنیم، من دوست دارم کلمه انتصابات رو به کار ببرم، چون ببینید اصلا وقتی نگاه می‌کنیم به اون ساختار سیاسی ایران ما چیزی به اسم انتخاب شدن از طرف مردم رو نداریم. ما در اون ساختار هرم اصلی قدرت با شخص ولی فقیه که علی خامنه‌ای هست در واقع روبرو هستیم و اون فردی هستش که در نهایت تصمیم گیرنده نهایی هست و در این حال ما در واقع شورایی داریم به نام شورای نگهبان که اصلا نمیگذارن افرادی در واقع باید از اون فیلتر هم رد شن که بخوان وارد فضای انتخاباتی بشن. یعنی حالا اگر به فرض کردیم که اون فیلتر رو رد کنن، دوباره باید توسط خود شخص علی خامنه‌ای در واقع اینها تایید بشن. بنابراین چیزی به اسم انتخابات در ایران نیست. یعنی مردم میرن رأی میدن و فقط از حضور اونها در این صحنه استفاده میشه که بگم که ما طرفدار خودمون رو داریم، طرفدار مردم داریم، اما نهایتا هیچ کدوم از این رأی ها نه مهم هست و نه اهمیتی داره. چرا که اگر برای مثال یک کاندیدایی رو مردم انتخاب کنن، اگر شخص علی خامنه‌ای اون رو تایید نکنه، مسلما اون نمیتونه رئیس جمهور بشه. بنابراین از نظر من چیزی به اسم انتخابات نیست، که این یک انتصابات هست، یک نمایش هست، نمایشی که از مردم به عنوان ابزار در واقع سیاسی استفاده میشه برای نشون دادن ایدئولوژی اسلامی. در واقع این نگاهی هستش که من به انتخابات ایران دارم و به نظرم بهترین کار برای مردم این هستش که برای اینکه وارد این بازی رژیم نشن در واقع این انتصابات رو تحریم کنن. بله خانم دواچی، در این عصر که آزادی و حقوق زن و برابری زن و مرد در جامعه به عنوان رکن اصلی دموکراسی محسوب میشه، در ایران هیچ زنی رئیس جمهور نشده و همچنین اتنیک‌های دیگر و مذاهب دیگر در ایران حق کاندید شدن برای رئیس جمهوری در ایران را ندارن. در این رابطه شما چی میگی؟ ببینید خب این برمیگرده به مسئله قانون اساسی. اصولا در نظام با اینکه قانون اساسی مطرح میکنه این مسئله رو که همه شهروندان با هم برابرن، اما ما هیچ وقت این برابری رو در برخورد در واقع جمهوری اسلامی ندیدیم، چه در برخورد با اتنیک های مختلفی که در ایران وجود داره، برخورد با کردها، ترک ها، عرب ها، اینها هیچ وقت برابری در واقع اون برابریه که در واقع سایر شهروندان مرکزگرا داشتن اینها نداشتن و این واضح هستش که کاملا خلاف اون چیزی بوده که در قانون اساسی بوده. همینطور در مورد مسئله زنان که میگه زنها در واقع باید حقوق برابر داشته باشن، هرگز این اتفاق نیفتاده و همین الان در خود انتخابات ایران ما داریم میبینیم که تعریف رجل سیاسی شده. اصلا خود
خود رجل، یعنی اینکه به عنوان اینکه مردان فقط میتونن رئیس جمهور بشن و هیچ زنی حق اینکه حتی در واقع صلاحیتش تصویب بشه نداره. از سوی دیگه ما داریم میبینیم که دارن دعوت میکنن از گروه‌های مختلف، از اتنیک‌های مختلف بیان در واقع شرکت کنن در انتخابات، ثبت نام کنن، اما در نهایت همه اونا رد صلاحیت میشن، همونطور که زنان رد صلاحیت شن. و در نهایتا این در واقع چرخه رو که نگاه میکنیم برمیگرده فقط به عنوان یک گروه بسیار کوچکی که حق شرکت دارن در واقع تصمیم گیری سیاسی و در واقع این حق از بسیاری از مردم، از اتنیک های مختلف، از زنان گرفته شده و حتی خیلی تلاش کردن زنان در سالهای گذشته که بخوان تعریف رجل سیاسی رو از این مسئله، در واقع تعریف رجل سیاسی رو بردارن و این رو عمومیت ببخشن، اما متاسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده و حتی به محض اینکه زنان میخوان کاندیدا بشن به دلیل همون رجل سیاسی حذف میشن و این من میتونم اون رو تسری بدم به اتنیک های دیگه و وقتی که در واقع میان ثبت نام میکنن ما چند نفر میبینیم که برای مثال کرد زبان باشن، ترک زبان باشن، خیلی تعدادشون کمتر هست با اون اکثریت. و من فکر میکنم این در واقع سیاست برخورد جمهوری اسلامی هست با این مسئله، چرا که همیشه یک از زنان ترسیده و دو از اتنیکا و همیشه از قدرت گرفتن اینها ترسیده و همیشه سعی کرده که قدرت سیاسی خودش رو در واقع در مرکز نگه داره و این قدرت رو، اون پایش رو در مرکز نگه داره و هیچ وقت اجازه نداده که اون رو در واقع سهیم کنه با افراد دیگه در جامعه. ولی خانم دواجی جالب است یکی دو تن از این کاندیداها به اصطلاح در شبکه فیلتر شده ایکس مطالبی علیه همدیگر اعلام میکنن، مثلا لاریجانی و جلیلی. برخی این را به عنوان یک جنگ بین قدرت، جنگ قدرت در داخل نظام عنوان میکنند. آیا جنگ قدرت در نظام جمهوری اسلامی واقعیت داره یا جنگ زرگری است به نظر شما؟ ببینید به نظر من خیلی در واقع یک تضاد هست در مورد. اگر که نگاه کنیم یک کمی دقیق‌تر بشیم می‌بینیم که تا یه حدودی این جنگ قدرت وجود داره، یعنی این افراد دارن در واقع تلاش میکنن که این کرسی‌های قدرت رو بگیرن. و مثال قالیباف دوست داره که در واقع در دو جا باشه، در دو جا این قدرت رو داشته باشه، داره تلاش میکنه و خیلی وقتها اینها روبروی هم قرار گرفتن. اما یه مسئله که هستش این هستش که تمامی این افراد حتی اگر این جنگ قدرت هم در میانشان باشه، همه اینها در نکته اول اینکه در واقع مورد قبول علی خامنه‌ای هستند و دو همه اینا خواستار استقرار نظام جمهوری اسلامی هستن. پس در کل ماهیت ماجرا هیچ فرقی نمی‌کنه. حالا اینها اگر هم در واقعیت دارن دنبال جنگ قدرت هستن که این در واقع لحاظ فلسفی این ذات قدرت، ذات سیاست از ذات قدرت‌های سیاسی هست که همیشه روبروی همدیگه قرار میگیرن و در واقع اون یکی میخواد اون یکی دیگر رو از بین ببره و این همیشه در طول تاریخ وجود داشته. اما ما بعد از اینکه حالا بخوایم یه نگاه سطحی به این مسئله نگاه کنیم و بگیم که خب اینها دارن در قدرت جنگ میکنن، اما باید برگردیم یک کمی عمیق‌تر و نگاه کنیم این مسئله که مسئله اصلی اینه که اینها یک مورد قبول، یعنی علی خامنه‌ای همه اینها رو پذیرفته و در واقع در اطراف خودش نگه داشته به عنوان مشاورانش یا هر تکه از حکومت جمهوری اسلامی. و دومی که هیچ کدوم از اینها خواستار براندازی نظام جمهوری اسلامی نیستن، همه اینها خواستار برقراری نظام جمهوری اسلامی حتی با اون جنگ قدرت هستن. بنابراین من فکر می‌کنم بیشتر باید برگردیم به قسمت دوم و در واقع فریب این کشمکش‌های درونی نظام رو نخوریم. تمرکز ما باید باشه بر اینکه در واقع چطور همه اینها خواستار استقرار نظام جمهوری اسلامی هستن و ما باید در واقع علیهشون بایستیم.